السلام علیکم دوستان عزیز مخلصان برنامه آینه شب. اینک باز برنامه ما برنامه فرهنگی و ادبی آینه شب برای شما محفل خود را روشن میکند و امروز در برنامه ما در برنامه نوبتی آینه شب ارکین جان آدینایف هستند. من آمدم به ده نمی نمایی آچار دروازه را کشاده نمی برایی آچار من آمدم به ده نمی نمایی آچار دروازه را کشاده نمی برایی آچه چشمانی انتظارم هر سو تو را بکابند ای نوری هر دو دیده تو در کجایی آچه از دستی کودکانم بگرفته با تمنا درو درونی خانه نمی درایی آچا درو درونی خانه نمی درایی آچا ای من آمدم به ده نمی نمایی آچا فریاد کی زنی تو فریاد کی زنی تو همسایه ها بیایه آمد زی شهر و کوچه این کم نمایی آچه آمد زی شهر و کوچه این کم نمایی آچه ای من آمدم به ده نمی نمایی آچه خوش آمدید شما رو ما به برنامه آینه شب خوش آمدید میگویم، خیر مقدم میگویم. لیکن دوستان من میخواهم یک نکته را در آغاز ذکر کنم که هر یک انسان اولا وقتی که در مورد به دنیا آمدنش، زندگی کردنش، عمر به سر بردنش، هنر آموختنش، علم آموختنش یا به مقام به مسندی رسیدنش وقتی که اندیشه میکند، از همه پیش اولا از مادرش، از پدرش شکرگزاری میکند، از والدین شکرگزاری میکند که پدر و مادر او را به دنیا آوردند، تربیت کردند و به یک مقام و منزلت او را رسانیدند. و خوشبختانه دوستان عزیز
امروز در محفل ما در برنامه آینه شب مادر عزیزی ارکین جان آدینایف حضور دارند. من میخوام در آغاز به افتخارشان یک کفکو بکنیم و از خود ارکین جان خواهش کنم که میکروفون برن اون کس در آغاز محفل یک دعا دهند، بعد آن ما صحبت آغاز کنیم. مرحبا. با دعای مادر آغاز میکنیم امروز محفل. فکر میکنم که اون بهترین محفل خواهد بود. السلام علیکم اهل نشست، پدر و مادران، دادار و خواهران، همه شمایان را خیر مقدم گفته خوش آمدید میگویم. امشب شب ایجادی ارکین جان با خوشی بگذرد. همه شمایان را خوش آمدید میگویم. هزار تشکر. هزار تشکر. استاد لایق شیرلی میگوید که بی سواد اما سواد آموزی صد آموزگار. امروز ارکین جان یک چیزی جالبه برای من قید کردن، ذکر کردن. وقتی که سحر در برنامه تلویزیون دیار ارکین جان برآمد کردن، بعد برآمدشان مادرشان بسیار ایرادها گرفتند در مورد سخنرانیشان، در مورد اندیشرانیشان. این بهترین وقتی که انسان درسی مادر میگیرد، درسی پدر را میگیرد، درسی برادر خواهر را میگیرد، البته هرگز در زندگی پیشبا نمیخورد. دعای مادر گرفتیم و محفل را ادامه میدیم. من در آغاز از ارکین جان خواهش میکردم برای بینندگان، برای مخلصان، برای آنهایی که در محفل امروزی ما نشستند درباره خودشان نقل کنند، زیرا کمتر مخلصانی هستند که درباره ارکین جان آدینایف میدانند چطور به دنیای صنعت و دنیای هنر وارد شدند. کوتاه اگر نقل میکردن فکر میکنم که بهترین کار میشد. مرحبا ارکین جان. بعد از ختم مکتب میانه شادروان استاد لایق شیرالی وقتی که همگامی که با مکتب بچگانی رقم 15 دهه زیرآباد و آخری گرساندن، ما یک جای صحبت میکردیم همراه استادان. بعد استاد لایق در نزد هم صنف و طالبان استادان بودن. یا نقل کردن استاد اولین من سراول استاد زبیدالله صمدقل هستند. شادروان استاد زبیدالله صمدقل مرا آنچه آموختم از استاد عزیزم آموختم از صنف 1 تا صنف 11. هنگامی که آخری با استاد شد، همه وقت من سرودی با نام حسرت از استاد لایق شیرالی همین رو سرویده بودم. تو دیگر به پیشوازم دمی در نمی برایی و دیگر به لهجه خود بری من نمی سرایی. از آهنگی استاد افضل شادی بود. راستی گپ آبی دیده استاد لایق جوری میشد. بعد آمدن ما رو از پیشونم بوسیده کردن. بعد از همون جمع کرد گفتن که بعد از ختم مکتب انشاءالله ارکین جان همین استادات تیا میبیارن، من همینجا دستگیری میکنم، فاکولته صنعت میمونم، خودم نگاه میکنم. خیر عمر باقی نبوده است. بعد از ختم مکتب پدری بزرگوار رحمتی پدرم با همراهی عمکم رو بعد کالج حقوق شناسی بردم، داخل کردن. راستی گپ 1 سال خواندم. بعد از 1 سال من مکتب رو ترک کردم، چون که دیل و مهری من بسیار صنعت بود. باز برای صنعت برگشتم. این با صنعت برگشتنی من هم این صنعت خودش یک عذاب‌های بسیار دارد. گرچنده میگن صنعتکار اینها فقط توی خرسندی ها میگردن، خرسندی کردن میگردن، که هم هر کار عذاب خود رو دارد. بسیار عذاب کشیدیم در روی صنعت. با دستگیری دوستان این همش کمک همین دوستای عزیزی من بود که من امروز ارکین آدینایف شدم و در خدمت مردم هستم. هزار تشکر. دعای استاد لایق هم گرفته بوده ارکین جان، اون دعا گرفته است. امروز شما
واقعا هم هنرمندی عزیز، هنرمندی دوست داشته مردم تاجیک هستید. امروز مخلصان زیادی شما هستند که شما رو دوست می‌دارند. خب ارکین جان، ما می‌دونیم که هنرمند، هنرور شدن کاری آسان نیست و شما اینجا البته در مورد استاد اولینتون صحبت کردید، ولی به هر حال من میخواستم درباره امروز فعالیتتون، امروز در کجا کار میکنید، چگونه فعالیت میبرید و کدام هنرمندان در شهر دوشنبه یا در شهر خوجند شما را دستگیری کردند یا دستگیری کرده ایستادند، درباره همین ها اگر صحبت میکنید. مرحبا. سراول سال 2013 من به شهر دوشنبه رفتم. این هم با سبب دوستای عزیزم بود، رفیقای بهترینم بود که ما رو گفتن ارکین جان گفتن تو موقع خود رو زیاد کن، مخلصای خود رو زیاد کن. از دیه به شهر رفتن این خیلی برای من دشوار بود. آمدم با دستگیری استاد سپانی سعید ما رو به انسامبل گلشن قبول کردن. از انسامبل گلشن 2 ماه کار کردم. بعد از انسامبل گلشن استاد عبیدالله کرامت گروه با نام صدای شرق شدند. این مؤسسه دولتی گروهی ایجادی کنسرتی نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان است. من از 2013 تا حالا در همون اتحادیه گروهی ایجادی کنسرتی فعالیت و کار میکنم. سلامت باشید. هزار تشکر. ما برای فعالیت شما، برای کارهای شما رونق و پیشروی خواهان هستیم. آرزو میکنیم که در سطح کشوری عزیزی ما شما به پایه های بلند رسیده باشید. اینجا شما از سپانی سعید یاد کردید و دیروز توسط فیسبوک من دیدم که یک سرود خوبی استاد سپانی سعید را شما به یک هنری خاصه خودتان سراییدید. اون من ارتباطی شما با سپانی سعید چه بود؟ هنگامی که در مکتب میانه میخوندم اون وقت میخواد کارته ها بود، پلاستینکا میگفتن. همین کارته هم من از یک همسین فمان هست رجبوف اکیم بوریز، آن پلاستینکا نامش گلی شب بود از ایجادیاتی اکی سپانی سعید. بله. بعد استاد من عبدالله خیر شکربانوف هم اون کس موسیقی رو من بود نشان میدادن. استاد زبیدالله صمدقل طرزی خواندن، طرزی خیلی صحنه برآمدن. بعد من عبدالله خیر استاد گفتم که همون پلاستینکا من با تیه دبور من گوش کنم. بعد میگیرم گوش میکنم که نوله های استاد سپانی سعید بسیار همین دردناک است. بدلی من جو اومد راستی گپ سبت‌های سال 87 1987 88 کدام سرودشان بیشتر دوست می داشتید؟ اگر توانید یک تش همینجا بی آهنگ زمزمه کنید. از همون پلاستینکا همین سرود دوست داشته من اون بود که بیگشت حال مرا به مادرم من، چو مرغی خسته به بال و پرم من. بیگشت حال مرا به مادرم من، چو مرغی خسته به بال و پرم من. همین سرود بسیار با من تاثیرآور بود. همین سرود میخوندم میگشتم راستی گفت. سلامت باشید. یک کف کوب میکنیم برای سلامت باشید. ارکین جان اودینایف که واقعا هم صدا یک آوازی فاره می دارند که به دلهای ما و شما می نشیند. چون سخن از مادر، چون سخن از پدر، چون سخن از استاد رفت، من می خواستم که یک سلسله سرودهای ارکین جان را گوش کنیم که در بین آن البته سرودهای در وصف این گونه انسان ها هست. تحت کفکوبی شما من ارکین جان اودینایف را به صحنه خواهش میکنم. مرحبا.
مادری بیچاره را در خواب دیدم، گریه کردم گریه کردم. مادری بیچاره را در خواب دیدم، گریه کردم گریه کردم. یاوری گهواره را ناتاب دیدم، گریه کردم گریه کردم. از سرم آن مهربان دستی نوازش برگرفت، لرزه ای سیاره را در خواب دیدم، گریه کردم گریه کردم. داشت در بر او لباسی سب سفید مانندی هور، هم نشین با کوکب و مهتاب دیدم، گریه کردم گریه کردم. غرقی بیزش بود با غلبیر نور، در کهکشان نور باران در زمینی خواب دیدم، گریه کردم گریه کردم. پاره ابر از قضا آمد چو باران بر سرم، در بری رویم دو جوی از آب دیدم، گریه کردم گریه کردم. چون شدم بیدار از خوابم به امدادی از آن، خویش را در ساحلی سرخاب دیدم، گریه کردم. چون شدم بیدار از خوابم به امدادی از آن، خویش را در ساحلی سرخاب دیدم، گریه کردم گریه کردم. یارکی شوخنانی در چشمکا جانم، روز شبی مهمان من سر بر قدم هات مانم. روز شبی مهمان من سر بر قدم هات مانم. میروی تو از بری من، ای دل بری رمیده من. میروی تو از بری من، ای دل بری رمیده من. ای یارکی شغلانی
در رفتن و جانم ای یارکی شغلانیه در رفتن و جانم آواره و نالانم در عشق لیلا مجنونم آواره و نالانم در عشق لیلا مجنونم شهنازه شغلانی از عشق تو من دل خونم شهنازه شغلانیه از عشق تو من دل خونم دشت و بیابان گشتم گردی جهان گشتم دشت و بیابان گشتم گردی جهان گشتم برای تو ای شغلانی من زار نالان گشتم برای تو ای شغلانیه من زار نالان گشتم ای یارکی شغلانی در رفتن و جانم روز شبی مهمان من سر بر قدم هات مانم روز شبی مهمان من سر بر قدم هات مانم اوه در نازکا جانم در رفتن جانم زنده باشید نگینه یاری من هستی بیا ببالندی من دلبر و جان من هستی بیا ببالندی من نگینه یاری من هستی بیا ببالندی من دلبر و جان من هستی بیا ببالندی من الهی بو الهی بو الهی یار یاره مرا کشتای غمای روزی جداگی یار یاره از تو جدا کرد یار یاره نیامد نانی گندم با گدایی وای وایه نگینه یاری من هستی بیا ببالندی من دلبر و جان من هستی بیا ببالندی من نگینه یاری من هستی بیا ببالندی من دلبر و جان من هستی بیا ببالندی من
بر من ایزار یار یاره تمامی خاکی عالم را بی بزی وای وای نیابی مثلی من یاری وفادار یار یاره میگی نیاری من هستی بیا بابا لیندی من دلبر و جان من هستی بیا بابا لیندی من دیگی نیاری من هستی بیا بابا لیندی من دلبر و جان من هستی بیا بابا لیندی من بیا بابا لیندی من بیا بابا لیندی من چو از درم نآمدی شب درا بخوابی من چو از درم نآمدی شب درا بخوابی من دم تو از دهی سراب سبک کن عذابی من دم تو از دهی سوابی سبک کن عذابی منه بیا و خند لک به حال زاری من مخند زی لحظه ها خوش بگوی زی حرفی تم نلب ببند زی لحظه ها خوش بگوی زی حرفی تم نلب ببند چو از درم نآمدی شب درا بخوابی من دم تو از رهی سوا سبک سبک کن عذابی من مگو گلی محبتم با چشم تو بیتاب کرد دروغ گوی هم بگوی برای تو من انتظار برای تو من انتظار مگو با عشقی پاکی من چو طفل بازی کرده ای بگو که در رهی وفا مرا تو راضی کرده ای چو از درم نآمدی شب درا بخوابی من شب درا بخوابی من دم تو از رهی سواب سبک کن عذابی من سبک کن عذابی من طالعی بلندی خوب زی بختی واژگونی من صد التماس میکنم مگو سخن مگو سخن
میکشم عذاب بیگور میکشم گرانی عذابی خود ببین بزور میکشم شب درا به خوابی من کی میشوم زی خود بدر درا ولا عقل به خواب تو از گناهی من گذر درا ولا عقل به خواب تو از گناهی من گذر تو از درم نیامدی شب درا به خوابی من دم تو از رهی سبب کن عذابی من سبک کن عذابی من شب درا به خوابی من استاد عزیز این آهنگی که من امروز این سروده که من امروز ایجاد کردم شاعر عزیز ما خوش آمدید میگم اپی باور جان از یاری زیبا منظره عشق هستن از قلم استاد بود یک بار دیگر خوش آمدید میگم اپی عزیز زنده باشید همین شما ایجاد کردن گرید ما ان ما صنعتکاران فقط برای میخلصو پیشنهاد میکنیم میخونه زنده باشید خوش آمدید دوستان عزیز من از ارکین جان خواهش میکنم که به چند سوالی ما جواب داده باشند زیرا در برنامه آینه شب نیت دارد آرزو دارد که هنرمندان تاجیک را در سراسر دنیا آشنا کند با زندگی آنها با نقطه نظری آنها با اندیشه آنها خوب ارکین جان من میخواستم این لحظه نقطه نظری شما رو درباره استراد امروزی تاجیک پرسان شوم به فکر شما امروز استراد تاجیک در کدام مقام در کدام پایه قرار دارد زمان مردم تاجیک با بزرگترین هنرمندان مانند کرامت الله قربان و سپانی سید و همچنین دلیر نظرف و دیگرها فخر میکرد امروز ما با که ها باید فخر کنیم و امروزه استراد تاجیک رو شما چخیل میبینید مرمه استراد تاجیکی ما امروز به نهایت پیش رفته ایستاده است صنعتکارانی هستند که با واسطه استودیوهای استرادی با آهنگ‌های استرادی وطن عزیز ما تاجیکستان رو به دیگر دولت‌های بیگانه معرفی کرده ایستادند به مانند مثال صدرالدین نجمی‌دین برادر عزیز من است همیشه در پای جستجوی آهنگ‌های نو و موسیقی‌های نو است من راستی گپ فخر میکنم همه خیلی دوستای عزیز دارم که صنعت استرادی تاجیک رو به دولت‌های مثل آمریکا لس آنجلس افغانستان پاکستان معرفی میکنم تشکر شما با کدام از این هنرمندان همکاری بیشتر دارید با کدام از هنرمندان معاصر تاجیک من خود که در گروه ایجادی کنسرتی کار میکنم استاد عزیز همراه ما بختیار ابراهیموف هستند انسامبل گلشن این انسامبل استرادی گلشن پیش وقتو هم مثال او رو با عمر زیویف شادروان استاد کرامت الله قربان خرما شیرین و مقدس نبی و میشناختن امروز اون انسامبلی که استرادی گلشن که هست در کارخانه ما هست با بختیار ابراهیموف میشناسن من راستیگه با همراه استاد بختیار ابراهیموف صدرالدین نجمی‌دین بهرام غفوری جعفر سایروف از خوجان گیریم اگه همراه غالب جان مادر عزیز مهربانی من روی انور احمدوف با بسیار صنعتکاران رفت و آمد کار سر کار دارید سلامت باشید خب اساسا شما چه خیلی سرودها چه خیلی متن‌ها رو انتخاب میکنید از روی موضوع مندرجه چه خیلی متن‌ها رو دوست می‌دارید
انتخاب شما چه خیل که به شما کمک میرساند برای انتخاب؟ متنهایی که من انتخاب میکنم راستی گپ استاد نقطه نظری من راستی گپ هر این زندگی پستی بلندی دارد. مثل عذاب‌های مهاجران رو میبینم، عذاب‌های بعضی پدر بعضی مادر عذاب‌هاشون رو میبینم، بعضی عذاب‌هایی که دودر با برادر مثال داره و یگان دوستان با همدیگر را میخیل چی دارن. از آنچه که من میبینم تاثیرآور است. بعد از روی همین کتاب ها مثال ایجاد میگیرم، کتاب میگیرم ورق میزنم، کدامش معقول میشد کدامش نمیشد تا با دلی خودم که معقول نشد من باوری دارم که با یگان مخلص من و اون سردار معقول نمیشه. سلامت باشید. خب من از شما میخواستم پرسان شوم که امروز در شهر خوجند در شهر دوشنبه یک مسابقه برین یک چیز ما احساس میکنیم بین سرایندگان در مورد گذاشتن کنسرت و امروز من همین خیلی احساس میکنم که کنسرت هایی که برگزار میشوند نسبت با اون که به مضمون و محتوای اون اعتبار دهند بهتر به همین صورت ظاهری اون شکوه و شهامتش اعتبار میدهند. اندیشه شما درباره همین گذاشتن کنسرت از جانب سرایندگان جوان؟ این کنسرت گذاشتن این خود باور کنید این هم عذاب است. برای یک کنسرت برای مخلصان پیشکش کردن ما حافظان با مطربان میشینیم کار میکنیم جوی پستی بلندش اوجش است چه خیلی کار کردن چه خیلی خوندن. دیگه هر یک صنعتکاری که کنسرت میماند هر یک صنعتکاری که مهنت میکند و برای مخلصان کنسرتی با شکوه چه که شما گفتید شو کنسرت تقدیم میکنند هر یک همین صنعتکاران برای خودشان با مخلصای خود را دارند. هر یک تشون مخلصی خود را دارند. همانو هم عذاب میکشند مثلا همانو هم مهنت میکنند تا آنچه یگان چی نقض یاونو برای خلق عزیز برای مخلصان عزیز پیشنهاد کنند. میدانید برای چی من این سوال به شما دادم؟ به هر حال برنامه آینه شب به این مسئله ها اعتبار میدهد. وقتی که من با استاد جلیبک مرادوف یا استاد جلیبک نبیف صحبت میکنم اونها میگویند که برای کنسرت گذاشتن چیزی که اینجا شما گفتید یک آمادگی کامل در کار است و هر یک کنسرت باید اقلا 60-70% سرودهای نو داشته باشد و غیر از این سرودهایی که اونها واقعا بلند باشند. ولی امروز ما همین خیلی میبینیم که همین نام کنسرت گذاشتن کنسرت یک اندازه از جانب سرایندگان جوان سبک قبول کرده میشد. من همین مطلبم بود. به همین مسئله شما آخرین بار کی کنسرت مونده؟ آخران 18 مارت تئاتر کمال خوجندی برای مخلصان عزیز پیشنهاد کرده بودیم کنسرت. بله. خب ما آرزو میکنیم ما اون کنسرت شما دیدیم تماشا کردیم بهترین سرودها بهترین موسیقی ها و این لحظه من یک بار دیگر شما رو به برنامه آینه شب خیر مقدم میگویم و از همون سرودهای تازه ایجاد خودتان برای مخلصان برنامه آینه شب که توسط تلویزیون تماشا میکنند و برای آنهایی که امروز در محفلی ما حضور دارند میخواندید. ممنون. یکی بیچاره و تنها یکی لب تشنه در صحرا یکی بی درد بی پروا عجب دنیاست این دنیا یکی چون ماهی در شست یکی بی پول یکی پول مست یکی بی پا یکی بی دست عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا
یکی با لالی خندان است، یکی با چشمی گریان است، یکی با جانی لرزان است. عجب دنیاست این دنیا. یکی یاری وفادار است، یکی به رحم و قتال است، یکی مشتاق دیدار است. عجب دنیاست این دنیا. یکی از آدمی دور است، زی ثروت مست و مغرور است، و فکرش از خدا زور است. عجب دنیاست این دنیا. یکی در قید زندان است، زی اعمالش پشیمان است، دلش لبریزی ارمان است. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی به کوی و به خانه. عجب دنیاست این دنیا. یکی به دین و ایمان است، و خدمتگاری شیطان است، پی آزار انسان است. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی به کوی و به خانه. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. حسنی زیبا و رسایت هیچ از یادم نرفت. عشق و ناز و ادایت هیچ از یادم نرفت. عشق و ناز و ادایت هیچ از یادم نرفت. جفای و هم وفایت هیچ از یادم نرفت. هم جفای و هم وفایت هیچ از یادم نرفت. حسنی زیبا و رسایت هیچ از یادم نرفت. عشق و ناز و ادایت هیچ از یادم نرفت. عشق و
ناز و ادایت هیچ از یادم نرفت. زمان جانگوی قربانت شوم یاری جانانم، هر زمان جانگوی قربانت شوم یاری جانانم. آه جانم گویی هایت هیچ از یادم نرفت. آه جانم گویی هایت هیچ از یادم نرفت. حسنی زیبا و رسایت هیچ از یادم نرفت. خنده های دیر باید هیچ از یادم نرفت. بوسه های جان فزایت هیچ از یادم نرفت. مرحبا حسن برقصه تو گلی خندان من ناز مکن یاری من، تو گلی خندان من ناز مکن یاری من. قهر مکن اشوه مکن ای گلی خندان من، ای گلی خندان من. قهر مکن گریه مکن ای گلی خندان من، ای گلی خندان من. خندان من ناز مکن یاری من، تو گلی خندان من ناز مکن یاری من. قهر مکن اشوه مکن ای گلی خندان من، ای گلی خندان من. قهر مکن گریه مکن ای گلی خندان من، ای گلی خندان من. که گویو یکه بشنو گلی من، در این دنیای دور و زباشقه یکه گویو یکه بشنو گلی من. تو گلی خندانی من ناز مکن یاری من، تو گلی خندانی من ناز مکن یاری من. قهر مکن اشوه مکن ای گلی خندانی من، ای گلی خندانی من. قهر مکن اشوه مکن ای گلی خندانی من، ای گلی خندانی من. تو گلی خندانی من ناز مکن یاری من، تو گلی خندانی من ناز مکن یاری من. قهر مکن اشوه مکن ای گلی خندانی من، ای گلی
یک دانه خال دارد سنم، دو دانه خال دارد سنم، یک دانه خال دارد سنم، دو دانه خال دارد سنم. میمردم در نازکاش، به من چی حال دارد سنم. میمردم در نازکاش، به من چی حال دارد سنم. سیاهش قلم در دیلکش دارد علم، دو کاش سیاهش قلم در دیلکش دارد علم. در قد و بستش من نورم، تیری نگاهش بر دیلم. در قد و بستش من نورم، تیری نگاهش بر دیلم. یک دانه خال دارد سنم، دو دانه خال دارد سنم. یک دانه خال دارد سنم، دو دانه خال دارد سنم. میمردم در نازکاش، به من چی حال دارد سنم. میمردم در نازکاش، به من چی حال دارد سنم. جونی جونی من سنم، دردش با جونی من سنم. ها جونی جونی من سنم، دردش با جونی من سنم. شیرین زبونی من سنم، آرامی جونی من سنم. شیرین زبونی من سنم، آرامی جونی من سنم. یک دانه خال دارد سنم، دو دانه خال دارد سنم. یک دانه خال دارد سنم، دو دانه خال دارد سنم. میمردم در نازکاش، به من چی حال دارد سنم. میمردم در نازکاش، به من چی حال دارد سنم. شاد روزی های فصلی نوبهارم رفت رفت. خوش خیالی های دوری به خوبانم رفت رفت. شاد روزی های فصلی نوبهارم رفت رفت. خوش خیالی های دوری به خوبانم رفت رفت. عشق بازی جوانی یا مرا به خواب کرد. رهپای های شامی انتظارم رفت رفت. یاری من از من بیرفت و از دلی پاکم نرفت. از پسی اون ناله سب که دوتارم رفت. یاری من از من بیرفت و از دلی پاکم نرفت. از پسی اون ناله سب که دوتارم رفت. روزهای باقیم لگانم، روزهایی با شمارم رفت.
نفر غم میخورند از رفتنی مال و عمل من خورم غم زان که عشقی به برارم رفت چند نفر غم میخورند از رفتنی مال و عمل من خورم غم زان که عشقی به برارم رفت هر زمان از پیش چشمم صورت او بیگذرد سوخته میگوید مسافر غم برارم رفت سوخته میگوید مسافر غم برارم رفت نوبهارم رفت غم برارم رفت. زنده باشید. دوستان عزیز، یک بار دیگر همه شما رو خوش آمدید، خیر مقدم میگوییم و برنامه آینه شب رو ادامه میدیم و از روی برنامه ما نوبت صحبت برای مخلصان. شما میتوانید سوال دهید، شما میتوانید فکر و اندیشه خودتان رو گویید، شما میتوانید آرزو و نیت‌های خودتان رو در حق مهمان امروز ارکین جان عادینایف گفته باشید. من نخستین سخن میخواهم به ملکزاده گلبهار دهم، اون نفری که امروز مهمان عزیزی ما هستند و یکی از نمونه اشعار آن کس را امروز ارکین جان اینجا سراییدند و با کمال ممنونیت من اون کس را به صحنه دعوت میکنم و اگر امکانیت دارند سخن کنند و چند شعری خودشان را برای ما و شما اهدا نمایند. مرحمت. من به ارکین جان میگویم که این صحیفه زیبای زندگی تو مبارک باشد. من این صحیفه زیبای زندگی بود که امروز ما مخلصان بسیار سخت مخلصای شما به اینجا جمع آورد و امروز ببینید که یک روز بهترین است که قدم های نکوی سروری دولت به اینجا گذاشته شد، در آنجا اشتراک کردیم، سخن های بهترین رو از زبان آن کس شنیدیم. بسیار یک صحیفه خاطرمون است امروز شما. من تنها میگویم که در اینجا مادر عزیز شما دیدم، چون سروده اولین شما با نام مادر بود. من نیز میگویم که بهشتی جاویدان خواهی برو خدمت به مادر کن، ثوابی دو جهان خواهی برو خدمت به مادر کن. اگر شاه یا گدا باشی فقیر و بی نوا باشی و اگر مردی خدا باشی برو خدمت به مادر کن، برو خدمت به مادر کن. و این لحظه باز هم میگویم که سجدگاه جاویدانی من سری کوی تو باد، جای نمازم ره گذارم قبله ام روی تو باد. چون بیگردی تو به گلشن بر کفی پاید مدام، سبزه مژگانی پابوسم دعاگوی شما باد، دعاگوی شما باد. من این سطرهای از زبان ارکین جان عزیز بهر مادرشان ایصال میکنم و بهر ارکین جان میگویم که بیمی چشمی بد ندارد قامتی بالای تو، غم مخور تو ماری من آن حسن بی همتای تو. وحچی خوش آخر که سرشارم زی شوق زیستن از جمال مهربانی، از تمناهای تو. تمناهای شما، سروده های شما، آهنگ های شما بسیار دلانگیزند، به قلب های ما شرر می آورند، به قلب های ما نور می ریزند، قلب های ما رو روحشم می نوازند. وقتی که سروده بهترین است، آهنگ بهترین است، انسان خود از خود برعکس می بیاید و رقص نیست یک نمودی طبابت است بهر انسانیت. و این لحظه ما تمامی حیثیات ما که هم لذت برسودیم هم طبابت گرفتیم و سرودای بهترین شما به عمق دل ما رفته رسید ایستاده است. من ارکین جان از نام تمام مخلصانتان، از نام اون شخصیتی که در اینجا حضور دارند برایتان اولا تنی صحت، خاطر جمع، خانه آباد، فیض و برکت الهی خداوند در خاندان شما ارزانی دارد. دعای نیک و پاکی ارزنده خاندان های شما، مادر جان و کلانسالان شما همیشه سر شما را سبز گرداند، چون شما در حقیقت این تعریف نیست، این حقیقت است. از صمیم دل میگویم چون این سروده های صمیمی را هر کس چون که استاد در اینجا گفتن سروده نمیتواند. شما الکه به عمق دل مردم رفته رسیده اید. سروده های شما در حقیقت انسان به یک دنیای دیگر و دور می سازد اگر که او را از عمق دل گوش کرده درک کرده توانند. من تنها برای شما ایجادهای بلند می خواهم، همیشه در پروازها باشید. خداوند در هر قدم نگهبان و مهربان شما باشد. و در اینجا بسیار یک
به دل من فرح آوردید، یک به معنای اون یکیم که یک ناگهانی هم شد. و البته این یک لحظه بود که از شخص میخواهی که دل او را آزرده باشی بخشش پرسیده باشی. به معنای اون بود که به پیش من نیامدی شب در را به خواب من، دم تو از ره ثواب سبک کن عذاب من. بیا و دیدید از آنی من ارکینجا میدم علکت نگاه که کردن خودم گم کردم. من تنها میگم که گلبهارم حالیا گلبرگ افشانی چرا، گلبهارم حالیا گلبرگ افشانی چرا، صد اشارت میکنم سوی تو نادانی چرا، گل شکفتی خنده من مست میسازد تو را، روی تابیدن زی من اما به آسانی چرا. بگذار در زندگیتان همیشه آفتاب خاندان درخشان باشد. برای شما تهنیت میگویم و همیشه از شما سروده های بهترین را انتظار هستم. یک شعر میخونید، یک شعر خونید برای مخلصان، هم برای مخلصان ارکین جان، هم برای مخلصان برنامه آینه شب که توسط تلویزیون اون پخش میشود. مرحبا. من زن هستم، مادرم من، با همه این سادگی و خانگیم من بزرگم. تا سماها دست دارم پاک دامن چون فرشته، زندگی با من سرشته، تخم مهر و عاشقی را میروم من کشته کشته. من زن هستم، مادرم من، رودکی را با دو چشم پرزیا بینا بیزادم، رودکی را با دو چشم پرزیا بینا بیزادم، تا به درد دهر درمان بخش باشد بو علی سینا بیزادم. جام خیام تا شود لبریز شعر و شاعری، من به دستش خامه و مینا بیدادم. من زن هستم، مادرم من، شاهنامه الله و دردی من است، شاهنامه الله و دردی من است، ناله های تهمینه قسمت سردی من است. رستم و سهراب سیاووش افتخار ملتم، نوش دارو بعد مرگش چهره زردی من است. تازه تاریخ کم نگردد خلق من به بخت تاجیکانم عینی و میرزا بیزادم. هم برغم دشمنانم تاجیکان را شهرت دنیا بیدادم. من زن هستم، مادرم من، دل و جانم فدایت مادری من، شبم قربان برایت مادری من، بهاری عمری تو باشم اگر من، ای کشا دستی دعایت مادری من. مادری جان زنده باش. ای دوست ای دوست ای دوست، بیا کی ما و تو باشیم دوستانه بناموز. دوست ای دوست ای دوست ای دوست، بیا کی ما و تو باشیم بانندو بناموز. ای دوست فراموشم مکن، یادم کن خاکی سری کو چه عد شدم بادم کن. گر بد باشم ای لعنتی دنیا بر سرم، گر نیک باشم یگان یادم کن. بد باشم ای لعنتی دنیا بر سرم، گر نیک باشم یگان یادم کنه. دوست ای دوست ای دوست ای دوست، بیا کی ما و تو باشیم دوستانه بنامون. دوست ای دوست ای دوست
سیدو بیا که امام تو باشه با ننگ و بناموس ای دوست فراموشم مکن یادم کن خاکی سر کوچه‌ات شدم بادم کن اگر بد باشم لعنت دنیا بر سرم گر نک باشم یگان یادم کن اگر بد باشم لعنت دنیا بر سرم گر نک باشم یگان یادم کن دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا که امام تو باشه با ننگ و بناموس دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا که امام تو باشه با ننگ و بناموس بیا که امام تو باشه ای دوستانه بناموس امید شاگرد آخران من همین سهراب بودینه سرچی کلانم هست استاد یک سرودی یک تنه دو تا میخونیم من قطعی بیبید امروز رقص میکنم یک بار دیگه خوشحال زنده یک از باشید. فرزندتون بله، خب برای اکنون آمدیم از مادر و پدر به فرزند درباره عائلتون برای ما یک معلومات میدادید برای خاصه مخلصانتون. استاد من شکر خدا اویلادور هستم 4 فرزند دوسترو دارم خداوند برای من 2 دختر 2 پسر عطا فرموده است نامهایشان نامها در یاد هست؟ بله دخترچه کلانایم به خاطری چونکه من یلدوز عثمانова رو دوست می داشتم آوازی بسیار مرا غرادور دارد به همه میشناسد یلدوز عثمانова به خاطر یلدوز عثمانова من دختری کلانی من یلدوز ماندگی هستم دومیشان نامشون بیبی جان ماندگی هستم نامی بیبی بله من سهراب جان و سبحان جان نامی سبحان استاد زندگیات به خودشان خاطر استاد گفتن که بچه‌ام گفتن حالا که من در حیات هستم همین نامی سبحان جانم من خودم نام میکنم باباش برین شود ای چشمان داریا ستاره سرمویی ای آستینه بگردنی که می پرتایی ای آستینه تو را بدیده ها می مالم یه دل برکه زیدیدنت می بالم
عزیز دادر عزیز شما را با این شبی ایجادیتان شما را تبریک مبارکباد میگویم با شما از همه قله‌های بلند صنعت را تمنا میکنم الهی قله‌های بلند صنعت را نصیبتان گردد الهی آوازتان خسته نگردد ما مخلصان آواز شما را همین شنویم استاده نمیتونیم باور کنید رحمت الهی آوازتان خسته نگردد معلم جان خودتون یک معرفی کنید من رسول بیرجب بیبی اوف. بیبی جان ارکین جان سلامت باشید معلم گفتید که سرودهای ارکین جان دوست می‌دارید یکم سرودشون یا زمزم میکنید یا همین خیلی خوانید کنی مخلصی واقعی بودگیتون اثبات کنید چی کنی مرحبا بیبی با مرم بیبی از عقبا گذشتم بیبی کاش مستی شوم به زیر پای بیبی ای رحمت سلامت باشید رحمت من واقعی عبدالخلیق سمدویچ من به ارکین جان همین را گفتم که خداوند آوازش خسته نگرداند خداوند او را همیشه سربلند نگه دارد خداوند در پناه عصمتش نگه دارد رحمت به ارکین جان در کار و باره برکت میخوام بگذار که همیشه آبرومند باشد و همیشه هممون صحت سلامت باشیم در کنسرت های ارکین جان اشتراک نمیده و همه خوشی ما اشتراک نماییم سلامت باشید حضور رحمت ارکین جان که بسیارتر درباره مادر میخواند من گفتنیم که من هم مادر را بسیار دوست میدارم هر سحر بر کار خیر من با دعای مادرم بهر هر درمانده دستی شادی مادرم این غم و شادی عالم بر سر ما تقدیر است تدبیری تقدیر مکن گویم برای مادرم رحمت ایا مادر به حرفهایم نما باور و جز الله و پیغمبر کسی نبود ز تو بهتر ایا مادر ایا حرفهایم نما باور و جز الله و پیغمبر کسی نبود ز تو بهتر ایا مادر تو خوش رویی تو زیبایی تو خوشبو سرودی الله هایت را چرا دیگر نمیگویی چرا دیگر نمیگویی
فدایم کن چرا از من جدایی تو زبی خاندانی من تو نوری دیدگانی من حبیبی من طبیبی من عزیز و مهربانی من تو علیمم تو استادم تو امدادم تو ارشادم تو فرهنگ و زبانی من تو الهامم تو اجادم تو الهامم تو اجادم اما امردم بی بی اغبا گذشتم بی بی رحمان جان جبه رحمان جان جبه مردم بی بی اغبا گذشتم بی بی هجون دل من فدای نومی بی بی مردم بی بی تونل گذشتم بی بی کج محسی شبم و پیش پایی بی بی مردم بی بی اغبا گذشتم بی بی جون دلی من فدای نومی بی بی مردم بی بی اغبا گذشتم بی بی جون دلی من فدای نومی بی بی مردم بی بی تونل گذشتم بی بی کج محسی شوم و پیش پایی بی بی کج محسی شوم و پیش پایی بی بی خلقی زرافشانی همه زر دارد یک شهرتی خاص خلقی حلقر دارد صد خواجه و اولیای و مردانی حکیم مخشه و دور میتن در دارد صد خواجه و اولیای و مردانی حکیم خبیر و دور میتن در دارد مخشه و دور میتن در دارد
رفتم به سفر مسافر و پزمونم بر ناله دریای زرفشون جونم هر کس بیند یاری زرفشونی را فریاد کند فرهادی ره و دیره هر کس بیند یاری زرفشونی را فریاد کند فرهادی یافونی را هرگه گذرم زی در زیرا با دست پونه خرم که زبی دست هاتون با هرگه گذرم زی در زیرا با دست پونه خرم که زبی دست هاتون با متشه آبی صافی زیرا با دمم با غوچه منش نمی رود از یادم متشه آبی صافی زیرا با دمه با غوچه منش نمی رود از یادم با غوچه منش نمی رود از یادم با غوچه منش نمی رود از یادم دوریزی من سلامت بادا جون و دلی من فدای نامت بادا هم به تو نفس نمیگیرم در عالم به من تو نفس گیری حرامت بادا هم به تو نفس نمیگیرم در عالم به من تو نفس گیری حرامت بادا آمده ای به خانه ام مهمانی خود را چی زنی نگار بر نادونی خود آمده ای به خانه ام مهمانی خود را چی زنی نگار بر نادونی پیشینو بگو از عالمی راز نیا تا آب شود پیش روخت شاهانی پیشینو بگو از عالمی راز نیا تا آب شود پیش روخت شاهانی من سلامت بادا جون و دلی من فدای نامت بادا من به تو نفس نمیگیرم در عالم به من تو نفس گیری حرامت بادا من به تو نفس نمیگیرم در عالم به من تو نفس گیری حرامت بادا خود آمده ای به خانه ام مهمانی خود را چی زنی نگار بر نادونی خود آمده ای به خانه مهمانی خود را چی زنی نگار بر نادونی پیشونو بگو از عالمی راز نیا تا آب شود پیش روخت شاهانی پیشونو بگو از عالمی راز نیا تا آب شود پیش روخت شاهانی دوریزی من سلامت بادا جون و دلی من فدای نامت بادا من به تو نفس نمیگیرم در عالم به من تو نفس گیری حرامت بادا من به تو نفس نمیگیرم در عالم به من تو نفس گیری حرامت بادا به من تو نفس گیری حرامت بادا سلامت بادا جون و دلی من فدای نامت بادا من به تو نفس نمیگیرم در عالم به من تو نفس گیری حرامت بادا به من
تو نفس گیری حرامت بادا به من تو نفس گیری حرامت بادا. خب تشکر ارکین جان، واقعا از آن که از ما سپاسگزاری کردید ما نیز از شما سپاسگزاری میکنیم. برای اون که من برای مخلصان میخواهم یک نکته را ذکر کنم که ارکین جان از زمره اون هنرمندان بلند پایه هستند، آن نفری هستند که به قدر شعر میرسند، به قدر هنر میرسند، به قدر هنرمند میرسند و مخصوصا که در منبر برنامه آینه شب استادان مانند استاد جلیبک مرادوف، استاد جلیبک نبیف، همچنین استاد افضلشاه شادیف، استاد خاصیت آرتیق و سرایندگان ممتاز اسرائیل فیض‌الدینوف، صباحت نجمی‌دینو در برنامه ما مهمان بودند و ایشان هم به همان پایه آهسته آهسته به سطح بلند هنر میرسند، زیرا دل و نیت نیک دارند، آرزوی نیک دارند، مهمتر از همه استعدادی بلند دارند. ما به این کس تمنا میکنیم که به همه آرزوهای خودشان رسند. در پایان فقط من از ایشان خواهش میکنم که تمنای دلشانه برای مخلصانشان، آرزوی دلشانه برای مخلصانشان بیان کنند که برنامه آینه شب این امکانیت را برای اون کس میدهد. مرحبا. برنامه آینه شب این خود برنامه تربیوی است. اهل فرهنگ، اهل معرفت جمع شده آمدگی هستند. من از نام یکای بزرگ یک بار دیگر همه شما رو خیر مقدم میگم. خوش آمدتون. آن صورت هایی که من امروز برای شما اجرا کردم و باز اجرا میکنم انشاءالله، یک صورت با نام ترنه ها ای ترنه ها با خود برید آرزوهای مرا در بحر و بر. من شما را انتظاری میکشم هر بهاران تا بهاران دیگر. تشکر. واقعا این شعر، این سرودشان رمزی است برای آن که گفتند که تا بهار دیگر انتظاری میکشم و کنسرتشان هم در آغاز فصل بهار 2019 است. دوستان عزیز، با همین یک سرود دلنواز، با همین یک سرود دلنشین و برنامه آینه شب خاتمه میبخشیم و به ارکین جان آدینایف پروازهای بلند تمنا میکنیم. خیر عزیزان، تا برنامه های دیگر در پناه خداوند بزرگ باشید. ترنه ها ای ترنه ها با خود بره آرزوهای مرا در بحر و بر. من شما را انتظاری میکشم هر بهاران تا بهارانی دیگر، هر بهاران تا بهارانی دیگر. من شما را انتظاری میکشم هر بهاران تا بهارانی دیگر، هر بهاران تا بهارانی دیگر. من در این
شهر که جستم خش را یافتم یا رانی از جان دوستر ای درختی دوستی سرسبز باش هر بهاران تا بهارانی دیگر هر بهاران تا بهارانی دیگر ای درختی دوستی سرسبز باش هر بهاران تا بهارانی دیگر هر بهاران تا بهارانی دیگر وعده من باز نیم کارمان مانده به تعمیر در گاهی پدر آدمی با آرزوها زنده است هر بهاران تا بهارانی دیگر هر بهاران تا بهارانی دیگر آدمی با آرزوها زنده است هر بهاران تا بهارانی دیگر هر بهاران تا بهارانی دیگر هر بهاران تا بهارانی دیگر